بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما گرامیان. امیدوارم هر کجا که هستید در سایه الطاف الله متعال موفق و پیروز و سربلند باشید. با شما سروران و گرامیان هستیم با آیات دیگر از سوره مبارکه البقره. امیدوارم که در همین ابتدا مصاحف خودتون رو آماده کرده باشید تا به همراه شما سروران بتوانیم با نگاه به آیات زیبای کلام الله متعال در سوره مبارکه بقره آیات دیگری رو به همراه شما به تلاوت بگیریم و به تدبر در معانی آن بپردازیم. در قسمت‌های گذشته و برنامه‌های گذشته به همراه شما گرامیان تا آیه 124 از سوره مبارکه البقره رو پیش رفتیم و دیدیم که الله متعال در آخرین آیه‌ای که به همراه شما تلاوت کردید درباره ابراهیم علیه السلام برای ما سخن رو آغاز فرمود. ابراهیم علیه السلام ابوالانبیا، پدر انبیای الهی. ابراهیم علیه السلام شخصیتی که انسان وقتی تعریف قرآن کریم رو درباره این انسان عظیم می‌بیند مو به تن انسان سیخ می‌شود از بزرگواری و عظمت و جایگاه این انسان بزرگوار که بعد از محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در میان انبیای الهی در رتبه دوم در مکانت و جایگاه قرار دارد. ارتباط این موضوع ذکر داستان ابراهیم علیه السلام با آیات گذشته رو در جلسه گذشته اشاره کردیم. بعد از اینکه الله متعال در آیات مفصلی برای ما نزدیک بیش از 80 آیه درباره بنی اسرائیل صحبت کرد و آن گناهانی و آن خطاها و جنایاتی رو که مرتکب شدند در راه اتباع از انبیای الهی و دشمنی با انبیای الهی و حتی دست به کشتار انبیای الهی زدند و دشمنی آنها با برخی از ملائکه الله متعال و شرکیاتی رو که انجام دادند و تمام ادعاهای باطلی رو که داشتند. الله متعال یکی یکی همه اینها رو به تفصیل برای ما در آیات گذشته اشاره فرمود. بعد از آن برای ما از ابراهیم علیه السلام صحبت می‌فرماید. از اونجایی که اهل کتاب هر دو گروهشان چه یهودیان چه مسیحیان خود را منتسب به ابراهیم علیه السلام می‌دانستند، الله متعال برای ما از ابراهیم علیه السلام می‌گوید نه تنها اهل کتاب بلکه مشرکین مکه در آن زمان هم مشرکین قریش هم خود را از نسل ابراهیم علیه السلام می‌دانستند و خود را ابراهیمی می‌پنداشتند و بر این باور که هم یهودیان هم مسیحیان و هم مشرکان زمان رسول صلی الله علیه و سلم به شخص ابراهیم علیه السلام احترام داشتند و جایگاهیشون رو گرامی می‌داشتند. الله متعال برای ما از ابراهیم علیه السلام صحبت می‌فرماید و حقیقت جایگاه ابراهیم علیه السلام، دعوت ابراهیم علیه السلام، مکانت ایشان و راه و روشی رو که ایشان و فرزندان بزرگوار ایشان رفتن رو برای ما معرفی می‌فرماید تا بیان بفرماید که شایسته ترین افراد به نسبت داشتن با ابراهیم علیه السلام چه کسانی هستند. شبیه همین محتوا رو ما در سوره مبارکه آل عمران هم داریم. از آیات 64 به بعد در همون صفحه‌ای که با آیه 64 شروع می‌شود که الله متعال دعوت میکنه اهل کتاب رو که بیاین و به گفتگو بپردازند درباره حقیقت توحید و آنچه که به پیامبران الهی الله متعال فرستاده بود و آنچه که در کتاب‌های آسمانی گذشته آمده است که یگانه پرستی الله متعال، وحدت در توحید بوده است و اینکه فقط الله متعال رو بپرستیم و غیر او را به معبودیت و به الوهیت نگیریم و فریاد رس و حاجت گشای خود نپنداریم. الله متعال اونجا هم درباره ابراهیم علیه السلام صحبت می‌فرماید که ما کان ابراهیم یهودیاً ولا نصرانیاً ولکن
که نه حنیف مسلم، نه یهودی بوده، نه نصرانی بوده، بلکه انسان موحدی بوده است که از شرک به دور بوده است. و در همونجا باز الله متعال میفرماید ان اول الناس بابراهیم للذین اتبعوه و هذا النبی والذین آمنوا. به ابراهیم علیه السلام شایسته ترین افراد به ابراهیم علیه السلام پیامبر بزرگوار الهی محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم است. هر کسی که پیرو حقیقی ابراهیم علیه السلام باشد و راه توحیدی او را پیش ببرد، شایسته تر است به نسبت داشتن با او. و در وقت مناسب خودش به تفصیل در اون آیه صحبت خواهیم کرد. اینجا الله متعال برای ما در آیه 124 درباره جایگاه ابراهیم علیه السلام صحبت فرمود که به تفصیل در آیه گذشته صحبت کردیم و اینکه او را امام موحدان قرار داد، امام متقیان، و در این باره هم به تفصیل صحبت شد. در ادامه الله متعال برای ما اینجا یک موضوع بسیار مهمی رو اشاره می‌فرماید و آن یکی از کارهای بسیار بزرگ و عظیمی که ابراهیم علیه السلام انجام داده است و یکی از صفات بسیار بارزی که ابراهیمیان باید با آن احترام داشته باشند و باور داشته باشند و یکی از اعمالی که باید ابراهیمیان انجام بدهند. هر کسی که خود را پیرو به مکتب ابراهیم علیه السلام می‌داند باید بیاید اینجا و زانو بزند و به سجده بیفتد و به عبادت بپردازد. الله متعال برای ما صحبت از مکه می کند، صحبت از قلب مکه مکرمه مسجد الحرام دارد و صحبت از قلب مسجد الحرام کعبه معظمه دارد. الله متعال برای ما صحبت از بیت الله الحرام می‌فرماید در آیه 125. الله متعال می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذ جعلنا البیت مثابة للناس و امنا واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی. به یاد آورید آن لحظه‌ای که قرار دادم من الله با عظمت. جعلنا قرار دادیم، تحت لفظش میشه جعلنا قرار دادیم ما. و در قرآن کریم الله متعال برای ذات مبارکش فعل جمع یا ضمیر جمع به کار میبرد و معناش میشود من الله با عظمت. و بیاد آورید که آن لحظه‌ای که من الله با عظمت قرار دادم البیت اون لحظه‌ای که قرار دادم بیت را، البیت، کلمه البیت در لغت عرب به خانه اطلاق می شود. خانه، ما در فارسی می گوییم خانه، بیت می شود کلمه خانه. و تعابیر دیگری هم در قرآن کریم وجود دارد که مشابه این و مترادف این است. مثلا موضوع مسکن، ما در فارسی هم استفاده می کنیم مسکن رو. کلمه دار هم استفاده می شود که هر کدام معانی خاص خود را دارد. در قرآن کریم کلمه بیت استفاده شده است به صورت عموم، کلمه بیت استفاده شده است، کلمه مسکن استفاده شده است و کلمه دار استفاده شده است. دار معنای وسیع‌تری دارد. دار به سرا، ما در فارسی میگوییم سرا و دار الاخره، الله متعال سرای آخرت میفرماید. سرا در فارسی هم سرا وقتی که استفاده میکنیم سرا، و عادتاً به قصرهای پادشاهان سرا میگفتن و هنوزم بحث از قصرهای پادشاهان رو شما در این طرف آن طرف میبینید، اسمهای اونا با کلمه سرا، مثلا در قصرهای عثمانی ها را سرا مینامند. و سرا در فارسی استفاده میشه متداول است هنوزم به مجموعه چند خانه، یعنی چند اتاق کنار هم، یک مجموعه اتاقها و حیاتی که باشد و باغچه‌ای اگر داشته باشه، همه اینها مجموعه اینها رو میگوییم سرا که دار استفاده میشه. مسکن هم باز معناش عامتر از بیت هست، یعنی سرا، مسکن و بعدش بیت از همه معناش کوچکتر است. بیت در قرآن کریم کلمه زیادی استفاده شده، کلمات مختلفی استفاده شده است، جاهای مختلفی کلمه بیت استفاده شده است و درباره بیت الله متعال به تفصیل صحبت کرده، درباره خانه، درباره نظام خانه، درباره ویژگی خانه، درباره جایگاه خانه و در آیات مختلف به این موضوع خواهیم پرداخت در جای مختلف خودش. اما اینجا در این آیه الله متعال برای ما صحبت از یک خانه مشخص دارد. وقتی کلمه بیت در قرآن کریم با الف و لام می آید، مثل اینجا و اذ جعلنا البیت، الف و لام اینجا الف و لام تعریف است، یعنی یک بیت خاصی مد نظر است و همین مفسرین اتفاق نظر دارن که اینجا کلمه بیت مراد از البیت خانه کعبه است، خانه کعبه.
البیت در قرآن کریم با این تعبیر استفاده شده از خانه کعبه و جعلنا البیت و بیت که بیت الله هم اطلاق می شود، بیت الله الحرام، به خاطر این که الله تعالی او را به خود نسبت داده است. در همین آیه در پایان آیه طهرا بیتی، بیتی خانه من، به خاطر بیت الله هم گفته می شود، بیت الله. و همچنین الله تعالی جعل الله الکعبة البیت الحرام در سوره مبارکه مائده باز با این تعبیر استفاده می کند. الله تعالی این تعبیر استفاده می فرماید که جعل الله الکعبة البیت الحرام، البیت الحرام با تعبیر مختلف، با صفات مختلفی وصف شده است این خانه، یعنی البیت الحرام. یک جای بیت الحرام گفته شده، یعنی اینکه خانه‌ای که حرمت دارد و حرمت خاص خود را دارد. بیت العتیق ولیطوفوا بالبیت العتیق در سوره مبارکه حج داریم که الله متعال میفهمد طواف بکنند خانه با ارزش رو. العتیق معنای مختلفی داره. عتیق یکی از معانیش به معنای با ارزش است، چیزی که با ارزش است، و یکی از معانی دیگرش به معنای خانه قدیمی هست، و یکی از معانی دیگرش به معنای درخشان و ارزشمند است. و الله متعال کلمه بیت رو بیت الحرام، بیت الله، و الله متعال باز خانه بیوت هم استفاده کرده به معنی مساجد، و فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه در سوره مبارکه نور داریم که بعد از آیه مبارکه نور، آیه معروف آیه 34 آیه 35 الله متعال میفرماید فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو والاصال رجال. اینجا الله متعال بیت برای تمام مساجد هم بیت الله استفاده می شود به صورت عموم، اما کلمه البیت به صورت خاص به کعبه استفاده شده. کعبه هم نام دیگر بیت است. کعبه خود کعبه از مکعب گرفته شده. مکعب یعنی یک شیء 6 ضلعی. ما در اصطلاحات ریاضی کلمه مکعب رو داریم، یک شیء 6 ضلعی، 4 تا دیوار داشته باشد، سقفی داشته باشد و کف داشته باشه، مکعب استفاده می شود. یک شیء 6 ضلعی رو ما میگوییم مکعب. و اینجا کعبه هم از اون کلمه مکعب گرفته شده. کعبه چون 6 ضلع دارد، 4 تا دیوار داره، سقفش و کفش، و تعبیر کعبه به اون معناست. و البیت الله هم به خاطر اینکه نسبت داده شده به الله متعال، و همچنین بیت الحرام هم استفاده می شود. همه این معانی، همه این اصطلاحات استفاده می شود برای بیت الله الحرام. ما وقتی که میگیم کعبه یا بیت الله یا بیت الحرام، منظور خود خانه کعبه است. و مسجد الحرام وقتی که استفاده می شود، تعبیر مسجد الحرام باز اون مسجد عظیمی است که الان ماشاءالله روز به روز عظمتش بیشتر و بیشتر می شود. مسجدی که در داخل آن، در مرکز آن کعبه قرار دارد، مسجد الحرام نامیده می شود. المسجد الحرام. ما در ابتدای جزء دوم اون تعبیر مسجد الحرام رو هم قرآن کریم برای مسجدی که کعبه در قلب آن قرار گرفته اطلاق شده است که مجموعی از اماکن رو داره. ما کعبه رو داریم، طواف رو داریم و صفا و مروه رو داریم و قسمت‌های مختلفی که به مسجد روز به روز بیشتر و اضافه تر می شود، مسجد الحرام. و یک تعبیر دیگه هم ما داریم به نام تعبیر حرم مکی که ما تعبیر حرمین رو اگر دقت کرده باشید از این گرفته شده. ما دو حرم داریم، یکی در مکه مکرمه، یکی در مدینه منوره. حرم به یک فضای بسیار بزرگی از شهر مکه اطلاق می شود، تنها به خود مسجد الحرام اطلاق نمی شود. هرچند که در اصطلاح عامیانه در مکه و مدینه شما وقتی به مثلا خواسته باشید به مسجد الحرام بروید یا به مسجد نبوی شریف بروید، اگر به مثلا راننده تاکسی بگویید که حرم، شما رو میبره مسجد الحرام یا میبره مسجد نبوی شریف. اما معنی حرم در اصطلاح شرعی و فقهی یک معنی بزرگتری دارد، یعنی یک فضای بسیار وسیع‌تری رو در بر میگیره. یعنی حدود بیش از نصف شهر مکه مکرمه رو حرم در بر میگیره و محدوده خاصی داره که مشخص شده همه اینها محدوده‌های او. و شما وقتی وارد مسجد الحرام، وارد مکه مکرمه که میشوید، بعد میبینید نشانهایی که نوشته بدایت حد الحرم و ابتدای حد حرم. از اونجا بعد حاجیان نباید بدون احرام وارد بشوند و محدوده حرمت خاص خود رو داره، احکام خاص خودش رو داره. اونجا صید کردن ممنوع هست، قطع کردن درختان حرم ممنوع است، حتی یک ملخی رو شما اجازه ندارید اونجا بکشید که در ادامه آیه می آید و به خاطر اون احکامی که برای حرم است. و در مدینه منوره هم همینطور یک بخش بیشتری از شهر مدینه منوره، حدود 70 تا 80% شهر فعلی مدینه منوره رو محدوده حرم در بر گرفته است و ما دو حرم داریم. حرم سومی وجود
ندارد. فقط ما 2 حرم داریم، حرم مکه و حرم مدینه، و مسجد الاقصی با وجود مکانت و جایگاه و عظمتش حرم نیست. یعنی این تعبیر حرم فقط برای بیت الله الحرام، مسجد الحرام و محدوده حرم مکه و محدوده حرم مدینه استفاده می شود. برای مکان سومی استفاده نمی شود. چه وقتی مسجد الاقصی برای او استفاده میشه، با وجود عظمتش، با وجود فضیلتش، با وجود اینکه قبله اول ماست، با وجود اینکه عبادت در آنجا به مانند عبادت در مسجد نبوی شریف هست، اما تعبیر حرم دلیلی برای اثبات اینکه بیت مسجد الاقصی هم حرم هست وجود نداره، چون حرم احکام فقهی خاص خود رو داره. و اینکه جاهای دیگری باز هر کسی برای خود حرمی درست کرده است و متاسفانه ما می‌بینیم در ایران هر جای شما می‌بینید حرم فلانی، حرم فلانی، اینا نام‌هایی است که بالاخره بدون دلیل و بدون استناد داره استفاده میشه و هیچ دلیل شرعی پشت سر آن نیست و هیچ حرمتی به اون اندازه حرمتی که مسجد الحرام، حرم مکه مکرمه و حرم مدینه منوره دارد رو نمی‌شود برای آنها ثابت کرد. الله منتظر برای ما از بیت الله الحرام صحبت می‌فرماید و اذ جعلنا البیت مثابة للناس و اذ جعلنا البیت، من الله باز من قرار دادم این خانه را، خانه کعبه را، مثابة، مثابه 2 معنی دارد. مثابة یک معنی به معنای محل بازگشت است، محل رجوع. مثابة للناس، محل بازگشتی برای مردم، محل گرد همایی، میعادگاهی برای دلدادگان و عاشقان کعبه معظمه. الله متعال میفرماید که من خانه کعبه رو محل بازگشت قرار دادم. خانه کعبه یک هیبتی دارد، یک حلاوت و شیرینی دارد، یک زیبایی دارد، یک عظمتی دارد، یک جذبه‌ای دارد که شما وقتی یک بار بروید و این خانه عظیم رو با چشم خود ملاقات بکنید و بعد اون لحظه‌ای که چشم انسان به کعبه میافتد، یک احساس عجیبی تمام وجود انسان رو میگیره که این احساس رو شما در هیچ جای دیگه دنیا نمیتوانید تجربه بکنید الا آنجا در کنار کعبه. و یک عظمت عجیبی دارد و یک هیبت عجیبی دارد و یک زیبایی و یک حلاوت عجیبی دارد تماشای کعبه و ملاقات این خانه عظیم. وقتی انسان میرود آنجا در مسجد الحرام و آنجا مشغول طواف می شود و مشغول عبادت می شود و مشغول ذکر و دعا می شود، موقعی که انسان خارج میشه از این خانه و می رود، از مکه خارج میشه، دوباره این دل هی تمنا میکنه، هی آرزو میکنه تا کی دوباره فرصتی پیدا شود که به تماشا و به زیارت کعبه برود. و این احساس برای همه اون کسانی که رفته اند کاملا با این تعابیر و این کلمات من آشنا هستند و این احساس رو درک کردن و الان هم این احساس در وجود آنها تحریک شده و دوباره دل آنها پرواز کرده و پر کشیده روح آنها به سمت بیت الله الحرام. و همه اون عزیزانی که هنوز مشرف به کعبه، به زیارت کعبه و بیت الله الحرام نشده اند، هم میدانم که قلب آنها همین که تصاویر بیت الله الحرام رو میبینن، همین که این فیلم ها رو میبینن، الان دسترسی به تصاویر زنده و پخش مستقیم بیت الله الحرام بسیار آسان شده است. به راحتی میتوان که لحظه به لحظه مشاهده کرد به صورت زنده. من میدانم هر مسلمانی که 5 بار در روز به سمت قبله جانماز خود را میاندازد و نماز میخواند، هر روز این آرزو را در دل دارد تا کی بشود که برود و کعبه را از نزدیک ببیند. و به والله من مطمئنم اگر اجازه داده شود به همه شیفتگان این بیت الله الحرام و این خانه عظیم که پای پیاده بروند، با پای پیاده هزاران کیلومتر راه را حاضرند طی بکنند و بروند به دیدار این خانه عظیم. و از جعلنا البیت مثابة للناس، الله متعال میفرماید من این خانه را، کعبه را جایی قرار دادم که هر کسی که یک بار آمد برای زیارتش چنان شیفته و شیدای آن می شود، چنان تشنه باقی می ماند که باز دوست دارد هر بار بیاید و بیاید و بیاید. مثابة للناس، میعادگاهی است برای دلدادگانش، محلی است برای بازگشت و مراجعه و سیر نمی‌کنه زائران خود را هیچ وقت. و هیچ وقت انسان چشمش از تماشای جمال نازنین کعبه سیر نمی شود. الله متعال می‌فرماید جعلنا البیت مثابة للناس. این یک معنای مثابة للناس است، یعنی هی علاقمند میکنه انسان رو دوباره برگرده و زیارت بکنه بیت الله الحرام. معنی دیگر مثابة للناس این هست که این مکان اگر مثلا از ثواب بگیریم به معنی اجر و پاداش، مکانی است که در آن اجر و پاداش مضاعف است. مکانی است که وقتی انسان آنجا می رود
عبادت‌های او یک رنگ و بوی دیگری می‌گیرد. رسول الله علیه السلام فرمود که هر کسی که اینجا یک رکعت نماز بخواند گویی 100,000 رکعت نماز در جای دیگری خوانده است. 100,000 بار اجر و پاداش عبادت در اینجا بیشتر از جاهای دیگر است. اجر و پاداش بسیار عظیمی دارد. اینجا بیت الله الحرام است. اینجا آن خانه است که منتسب به الله متعال است و الله متعال به صورت خاص اینجا را برای خود نسبت داده است به خود. و اینجا قلب امت اسلامی است و اینجا اون مکانی است که هر لحظه همه انسان‌ها در هر روز رو می‌کنند، مسلمانان به سمت این مکان و نماز می‌خوانند. و جالب است که اگر نقشه کره زمین رو ما بچسبانیم به هم، می‌دانید که قاره‌هایی مثل آمریکا و آمریکای شمالی و جنوبی و آفریقا و قاره استرالیا که جدا شدن از آسیا و اروپا و آسیا که من اصلا در ابتدا همه زمین شناسان برای این اتفاق نظر دارن که این خشکی‌های زمین به هم چسبیده بودند و نقشه زمین هم کاملا این رو ثابت میکنه. یعنی شما اگر ضلع غربی قاره آفریقا رو ببینید و ضلع شرقی آمریکای جنوبی رو ببینید، دقیقاً آمریکای جنوبی در آغوش ضلع غربی آفریقا قرار میگیره. و یا اگر استرالیا رو نزدیک بکنیم به سمت هند و کره زمین رو اگر به هم خشکی‌ها رو بچسبانیم، یعنی همه رو جمع بکنیم روی نقشه به هم یک خشکی بشود، آنجا مکه مکرمه و مسجد الحرام قلب و مرکز خشکی‌های جهان است. و الله متعال این مرکز رو قرار داده تا انسان‌ها مسلمانان روزی 5 بار به سمت بیت الله الحرام رو بکنن و آنجا عبادت‌های خود رو و نماز خود رو انجام بدن. اینجا الله متعال یک ویژگی خاص دیگری هم داده، غیر از اینکه همه تشنه ملاقات آن هستند و میروند و هیچ وقت سیر نمیشوند، الله متعال اینجا اجر مضاعف گذاشته است. عبادت‌ها در مسجد الحرام 100,000 بار بیشتر از جاهای دیگر اجر و پاداش دارد و البته نقطه مقابلش هم است. به همین اندازه که اجر و پاداش فضیلت دارد و بیشتر می شود، گناه و معصیت هم به همین اندازه خطرناکتر است. و من یورد فیه بالحاد بظلم نذقه من عذاب علیم. الله متعال می‌فرماید هر کسی که اراده گناه بکند از روی الحاد و بیدینی و از روی تمرد و عصیان در این مکان کسی گناهی انجام بدهد، نذقه من عذاب علیم، اراده گناه بکند او را از عذاب دردناکی خواهم چشاند. اراده گناه در جاهای دیگری غیر از حرم مکه و حرم مدینه اراده گناه نیست. رسول الله علیه السلام فرمود اگر کسی نیت گناهی بکند و اقدام نکند به انجام آن گناه، یعنی در ذهنش بیاد وسوسه بشه، شیطان و نفس رو وسوسه بکنن برای انجام گناهی، اما این گناه رو در مرحله عمل نیاورد، نه به زبان بیاورد نه به عمل بیاورد و اقدام عملی نکنه برای انجام آن گناه و منصرف بشه، برای او اجر و پاداش نوشته خواهد شد و گناه نوشته نمی شود. ولی اینکه اگر انجام هم نده گناهی برای او نیست. اگر منصرف شد که عبادت هم حساب میشه، اما اگر منصرف هم نشد اما گناه در ذهنش همچنان هست ولی اقدامی نکرده، هنوز تا وقتی اقدام نکرده گناه برای او نوشته نمیشه. اما در مسجد الحرام الله تعالی میفرماید و من یورد، هر کسی اراده هم بکند بخواهد گناه بکند، یعنی در مسجد الحرام و مسجد نبوی شریف، در حرم مکه و حرم مدینه کسی اراده گناه هم بکند، این اراده گناه هم خودش یک گناه حساب می شود و اعلان جنگ است. در مسجد الحرام الله متعال میفرماید و من یورد فیه بالحاد بظلم نذقه من عذاب علیم، هر کسی اینجا بخواهد که گناهی انجام بدهد من با او طرف هستم و عذاب دردناکی را به او خواهم چشاند. الله متعال میفرماید و اذ جعلنا البیت مثابة للناس و امنا، من الله بعظمت اینجا را میعادگاهی برای عاشقان قرار دادم و محلی قرار دادم که اینجا امنیت هست. بسیار امنیت آورده هستند الله متعال اینجا. برخی مفسرین گفتن که اینجا امنا در قالب خبر آمده اما به معنای امر است، یعنی که امنیت اینجا را تامین بکنید، اینجا باید در امن باشد زیرا اینجا محل عبادت مسلمانان است، اینجا مقدسترین مکان روی زمین است، اینجا قبله دلدادگان به الله متعال است، اینجا قبله است که همه می آیند برای حج، می آیند برای عمره و روزانه میلیون ها نفر به سمت این خانه نماز میخوانند و 10,000 نفر روزانه این خانه را طواف میکنند. الله متعال میفهمد که اینجا امن است و یک امنیتی الحمدلله الله متعال اونجا یک امنیت عجیبی رو قرار داده است. در سوره مبارکه
آل عمران آیه 96 الله متعال میفرماید ان اول بیت وضع للناس للذی ببکة مبارکا و هدی للعالمین. اولین خانه‌ای که برای عبادت انسان‌ها روی زمین بنا شده است همان خانه‌ای است که در مکه هست، برای عبادت قرار داده شده است و الله متعال اونجا او رو قرار داده. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکة، در بکه هست، بکه نام دیگر مکه است، مبارکا، مبارک است، و هدی للعالمین، به هدایتی است برای جهانیان، فیه آیات بینات، نشانه های واضحی است در آنجا، هر کسی که می رود و من دخله کان آمنا، فیه آیات بینات مقام ابراهیم، مقام ابراهیم آنجاست، جای پای ابراهیم آنجاست، و من دخله کان آمنا، هر کسی که آنجا داخل شود در امان است. عرب در تاریخشان، قوم عرب، اگر کسی قاتل پدر خود رو در مسجد الحرام میدید، تا وقتی که در مسجد الحرام بود و در محدوده حرم بود با او کاری نداشت، میگفت اینجا حرم امن الهی است. قاتل در حرم وارد میشد، کسی با او کاری نداشت. و در محدوده حرم که پیشتر ذکر آن گذشت، در محدوده حرم مکه مکرمه، در محدوده حرم شما حق ندارید که یک برگی از درخت بکنید، حق ندارید شاخه رو قطع بکنید، حق ندارید گنجشکی رو شکار بکنید، حق ندارید خرگوشی رو شکار بکنید، حق ندارید شما هیچ حیوانی رو آزاری برسانید، حق ندارید ملخی رو حتی بکشید، مگر حیوان موذی که شما رو آزار بده از خودتون دفاع بکنید. اما هیچ حیوان، شما اگر ملخی رو اونجا کشید به اندازه وزن اون باید فدیه بدید. و من دخله کان آمنا، اینجا در امانن، حیوانات در امانن، انسانها در امانن، اینجا حرم امن الهی است. یک احساس عجیبی است، یک دنیای عجیبی است، یک فضای عجیبی است اونجا که فقط باید او رو تجربه کرد، فقط باید تجربه کرد. عزیزانی که تا به حال تجربه نکردن و امکاناتش رو دارن و توانمندی او رو دارن، تأخیر نکنید، در اولین فرصت اقدام کنید، خود را از این خیر عظیم، از این خیر کثیر بی بهره نسازید. رسول الله علیه السلام فرمود که عمره تا عمره سبب کفاره گناهان ما بین آن می شود و الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنه، و حجی که قابل قبول باشد هیچ جزای به جز جنت ندارد. و کسی که از حج برمیگردد و حج او قبول شده، در روایت دیگری رسول الله علیه السلام فرمود که اون طوری برمیگردد که یوم ولدته امه، گویی که تا از امروز از مادر متولد شده است و پاک 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 است. این مکان رسول الله علیه السلام فرمود حتی رفتن به عمره سبب می شود که انسان فقر او کنار برود و غنی بشود. یعنی هزینه‌ای که کسی صرف میکنه برای عبادت عمره سبب می شود تا در مال او برکت بیاید، سبب کفاره گناهان می شود. و این عبادت ها را برای عزیزانی که توانمندی دارند حتما در اولویت خود قرار بدهید و خود را محروم نسازید از این خیر کثیر. و جعلنا البیت مثابة للناس و امنا، من الله به عظمت مکان رو مکانی گذاشتم میعادگاهی برای عاشقان، مکانی برای کسب اجر و پاداش عظیم برای مردم و امن و امنیت است. اینجا در امان کامل است. و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلی، و برگیرید از مقام ابراهیم، این مقام ابراهیم مصلی، در مقام ابراهیم نماز بخوانید. و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلی، مقام ابراهیم رو مکانی برای نماز قرار دهید. سیدنا عمر رضی الله عنه می‌فرماید که من از رسول الله علیه السلام خواستم یا رسول الله در کنار مقام ابراهیم دو رکعتی نماز نخوانیم. و این آیه نازل شد. و این آیه یکی از آیاتی است که در باب موافقات عمر رضی الله عنه ذکر می شود. در جاهایی، در 3 موردی که عمر می‌فرماید من از رسول علیه السلام مواردی رو خواستم و وحی الهی آن خواسته من رو تایید کرد. که اینجا بود، یکی درباره نزول آیات حجاب درباره همسران رسول صلی الله علیه و سلم، فاسألوهن من وراء حجاب، که اگر چیزی از همسران رسول الله می‌خواهید از پشت پرده و از پشت حجاب بخواهید. و موضوع سوم هم که اختلافی بین همسران رسول علیه السلام با شخص رسول علیه السلام ایجاد دلخوری ایجاد شده بود و مسائلی که بین همسران طبیعتا ایجاد می شود. و عمر رضی الله عنه فرمود که پیش با همسران رسول الله و دخترشون خصوصا حفصه که همسر رسول علیه السلام بود که اگر دست از این کار بر ندارید شاید که الله متعال شما را طلاق بدهد و همسرانی بهتر از شما برای رسولش بیاورد. و این آیه نازل شد در سوره مبارکه تحریم. الله متعال برای ما امر می‌فرماید در مقام ابراهیم نماز بخوانیم. مقام ابراهیم چیست؟ و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلی. اگر تصاویر بیت الله الحرام دیده باشید، عزیزانی که مسجد الحرام را دیدن که آشنا هستند با مقام ابراهیم،
عزیزانی که هنوز مشرف نشدن و مسئول حرام عبد متعال نصیب همه شما بگرداند، در مسئول حرام روبروی در خانه کعبه با یک فاصله چند متری یک گنبد طلایی رنگ کوچکی شما می‌بینید. حالت ستون مانندی است که سرش مثل گنبد طلایی رنگی است و بعد شیشه دورش است. این به ما مقام ابراهیم معروف است. داخل این یک شیشه بلورین دیگری است و روی اون داخل اون یک قاب نقره‌ای است و زیر این قاب نقره‌ای یک سنگ است. ابراهیم علیه السلام وقتی که خانه کعبه را بنا می‌کرد، وقتی که ارتفاع گرفت دیوارها دیگر دستش نمی‌رسید، یک سنگی رو اسماعیل علیه السلام آورد و ابراهیم علیه السلام روی این سنگ می‌ایستاد و بالا می‌رفت و دیوار کعبه رو می‌ساخت. این سنگ جای پای ابراهیم علیه السلام در معجزه‌ای به قدرت الله متعال جای پای ابراهیم روی این سنگ مانده است. گویی که مثل اینکه شما روی گلی که مقداری هنوز خشک نشده کامل یعنی خشت نشده، گلی که تبدیل به خشت نشده هنوز مقداری نرم است، پا بگذارید چطور جای پای شما میماند. به این حالت در معجزه‌ای از طرف الله متعال جای پای ابراهیم علیه السلام روی این سنگ مانده است. این سنگ نامش است مقام ابراهیم، جای پای ابراهیم علیه السلام. و این سنگ در کنار کعبه بود و هنوز هم هست و در زمان رسول علیه السلام چسبیده بود به کعبه. بعد به خاطر اینکه طواف زیاد شد و نماز می‌خواندن مردم پشت مقام ابراهیم، به خاطر اتباع این آیه شریفه و مزاحمت ایجاد می‌شد بین نماز و طواف در کنار کعبه، عمر رضی الله عنه دستور داد تا این سنگ رو از کنار کعبه که چسبیده به کعبه بود عقب‌تر بیاورن و آن مقداری فاصله پیدا کرده تا بین نماز و طواف تداخل ایجاد نگردد. مقام ابراهیم، کسی که طواف می‌کند، عزیزانی که وارد مسجد الحرام میشن، مسجد الحرام هر کسی وارد مسجد الحرام میشود 7 بار طواف می‌کند و 7 بار طواف می‌کند و بعد از اینکه 7 بار طواف کرد 2 رکعت نماز می‌خواند پشت مقام. یعنی هر 7 بار طواف 2 رکعت نماز دارد پشت مقام که به نماز طواف هم معروف است، به نام نماز مقام هم گفته می‌شود. الان که کمی شلوغ شده حرم، هر جایی که در حرم فرصتی پیدا شد بهتر است بعد از مقام ابراهیم باشد، یعنی پشت سر مقام ابراهیم روبروی در کعبه، در اون ضلعی که در کعبه قرار دارد، در اون ضلع روبروی ضلع و پشت مقام نماز خوانده شود. و اگر جای دیگری پیدا نکرد در هر جای مسجد الحرام میتواند که نماز خود را بخواند. و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلی. این یک معناست که در حدیث شریف هم مقام ابراهیم به همون سنگ اطلاق شده است. یک معنای دیگری را مفسرین گرفتن، معنای عامتری از این معنا. و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلی، که شما در مقام ابراهیم نماز بخوانید. و اتخذوا من مقام ابراهیم، مقام ابراهیم رو گفتن که جای پای ابراهیم، هر جایی که ابراهیم پا گذاشته است، یعنی اون اماکنی که ابراهیم علیه السلام برای عبادت رفته است، که عبارت است از طواف، عبارت است از زمزم، عبارت است از سعی صفا و مروه و عرفات و منا و مزدلفه و جمرات و قربانگاه. حج به صورت کلی، شما در مراسم حج وقتی وارد می شوید، از اعمال عمره که منحصر است به مسجد الحرام و اعمال دیگری که در مشاعر مقدسه منا و مزدلفه و عرفات و قربانگاه انجام می شود، همه اینها جای پای ابراهیم علیه السلام است. حج، تمام حج ابراهیم علیه السلام است و خاندان ابراهیم و آنچه که ابراهیم علیه السلام انجام داده است. ابراهیم، آن شخصیت عظیم، مراسم حج لحظه به لحظه او، قدم به قدم او یادگار ابراهیم علیه السلام است. کعبه یادگار ابراهیم علیه السلام است. مسجد الحرام یادگار ابراهیم علیه السلام است. مکه اصلا اولین ساکنان مکه مکرمه خانواده ابراهیم علیه السلام است. هاجر و اسماعیل اولین کسانی هستند که در این سرزمین آمدند و بعد از آمدن آنها و دعای ابراهیم علیه السلام برای آنها، آن مکان رشد پیدا کرد و رونق پیدا کرد. تمام آنچه که اتفاق میفته در مراسم حج جای پای ابراهیم علیه السلام است. برخی از مفسرین فرمودند و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلی. اینجا مقام ابراهیم معنای فراتر از اون مقام ابراهیم کنار کعبه دارد. اون رو هم در بر میگیره، پشت اونم نماز خوانده می شود، معنای عامتری هم دارد. یعنی هر جایی که ابراهیم علیه السلام عبادت کرده از شما عبادت بکنید. در این تعبیر اگر مقام ابراهیم رو جای پای ابراهیم و اماکنی قرار بدیم که ابراهیم علیه السلام آنجا عبادت کرده است، مصلی اینجا به معنای عبادتگاه می شود. اتخذوا من مقام ابراهیم مصلی، در تعبیر اول معنا این شد که پشت مقام ابراهیم نماز بخوانید، یعنی مقام ابراهیم رو، پشت مقام ابراهیم رو جایی برای نماز قرار دهید، 2 رکعت نماز بخوانید. در این تعبیر که عامتر هست
و این تعبیر عامتری است و همه رو در بر میگیره. هر دو تعبیر درست است. تعبیر عامتر مصلا اینجا و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا میشه عبادتگاه. هر جایی که ابراهیم علیه السلام عبادت کرده شما هم برید عبادت بکنید. در منا رفته عبادت کرده برید منا عبادت کنید. رفته در عرفات عبادت کرده برید عرفات عبادت کنید. در مزدلفه عبادت کرده در مزدلفه عبادت کنید. در قربانگاه عبادت انجام داده در قربانگاه قربانی بکنید. در جمرات شیطان رو زده شما برید شیطان رو بزنید. در صفا و مروه دویده شما بروید بدوید. همه آن عبادت هایی که ابراهیم علیه السلام انجام داده به صورت عموم در بر میگیره. و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلی. هر جایی که ابراهیم علیه السلام عبادتی انجام داده است شما هم بروید آنجا این عبادات را انجام بدهید. حج قدمگاه ابراهیم علیه السلام است. اینجا یک نکته بسیار لطیف دیگری هم نهفته است. اگر دقت کرده باشید اینجا کلمه ابراهیم از لحاظ نوشتاری در این آیه دوباره ابراهیم علیه السلام ذکر شده. در آیه قبل هم الله متعال برای ما کلمه ابراهیم علیه السلام را وارد ابتلع ابراهیم طوری نوشته شده در رسم الخط عثمانی دقت بکنید. ابراهیم نوشته شده. نقطه یایی وجود نداره. یا رو بالای ه به شکل کوچکی شیخ عثمان طاها نوشته است در این مصحف عثمانی مدینه منوره که پیش روی من است. و در سوره مبارکه بقره نام ابراهیم بدون یا آمده. در جاهای دیگر قرآن نام ابراهیم در جاهای دیگری در مواضع دیگری نام ابراهیم رو ما با یا هم داریم. نام ابراهیم رو با یا داریم. یا می آید. اینجا یک اشاره لطیفی به این هست که ابراهیم از اونجایی که قرائات مختلفی دارد ابراهام هم خوانده می شود و بنی اسرائیل ابراهیم را ابراهام می خواندند. اینجا به شکلی نوشته شده است که اون تلفظ بنی اسرائیل رو هم در بر میگیره. از اونجایی که سیاق آیات گذشته درباره بنی اسرائیل بود و ادعای بنی اسرائیل که خود را بهترین میدانستند و میگفتن فقط ما به جنت میرویم، فقط ما هستیم که الله ما رو بهتر از دیگران آفریده، ما شعب الله المختار هستیم، ما فرزندان ابراهیم هستیم و بسیار از خود تعریف میکردن. الله متعال اینجا ابراهیم رو با همون ابراهام اینجا با رسم الخط ابراهام هم خوانده می شود و ما در قرائات دیگری داریم که ابراهام هم خوانده می شود، ابراهیم هم خوانده می شود. به شکلی نوشته شده است که مطابقت دارد با تلفظ آنها تا اونها رو بیشتر جذب بکنه، تا بیشتر اونها رو متوجه بکنه که ابراهام یا ابراهیم علیه السلام یا به تلفظ شما ابراهام یا تفاوتی بین این دو تا تلفظ نیست. ابراهام اون کسی که شما خود را به او منتسب می‌دانید، افتخار دارید. مقام ابراهیم اینجاست، در مکه مکرمه است. ابراهیمیان حقیقی پیروان محمد مصطفی علیه السلام هستند. شما چگونه خود را پیرو ابراهیم علیه السلام می‌دانید در حالی که برای کعبه حرمتی قائل نیستید، در حالی که برای مسجد الحرام حرمتی قائل نیستید، در حالی که برای مراسم حج و مشاعر مقدسه عرفات و منا و مزدلفه و قربانی و عید قربان و ایام حج و ذوالحجه حرمتی قائل نیستید. اگر ابراهیمی هستید که بزرگترین عملی که ابراهیم انجام داده است، از بزرگترین عبادت‌هایی که انجام داده، از بزرگترین اعمالی که انجام داده است، آن چیزی است که امروز مسلمانان انجام می‌دهند. مکه مکرمه را ابراهیم علیه السلام و خاندان ابراهیم علیه السلام بنا کردند. مراسم حج قدم به قدم یادگار ابراهیم علیه السلام است. شما چطور ادعا می‌کنید که پیرو دین ابراهیم علیه السلام هستید و در مراسم حج حاضر نیستید، در مکه مکرمه حاضر نیستید، در مسجد الحرام حاضر نیستید و احترام ندارید و اعتقاد ندارید و باور ندارید و حرمت او را رعایت نمی‌کنید؟ چرا؟ چگونه می شود که شما ادعا بکنید طرفدار ابراهیم علیه السلام هستید؟ هر کسی که به مراسم حج احترام ندارد، هر کسی که در مراسم حج شرکت نمی کند، هر کسی که به بیت الله الحرام، به مسجد الحرام، به مکه مکرمه، به مشاعر مقدسه منا، مزدلفه، عرفات احترام ندارد، شرکت نمی کند، برای او مقدس نیست این اماکن، امکان ندارد که این شخص در مسیر ابراهیم علیه السلام باشد، در مقام ابراهیم، در جای پای ابراهیم علیه السلام قدم گذاشته باشد. با ادعا که نمیشه که فقط با ادعا کسی ادعا بکنه که من ابراهیمی هستم اما در رفتار و در عمل 180 درجه متفاوت با مسیر ابراهیم علیه السلام قدم بردارد. تنها کسی ابراهیمی است، این کلام الله تعالی است، مفهوم این آیات است. کسی فقط ابراهیمی است که به بیت الله الحرام، به مسجد الحرام، به حرم مکی شریف، به مشاعر مقدسه احترام بگذارد، بیاید و شرکت بکند. حرمت بیت الله الحرام، حرمت مسجد الحرام،
حرمت مشاعر مقدسه، اینها همون چیزی است که ابراهیم علیه السلام میخواسته است. ابراهیمی بودن با عمل است، نه با گفتار، با رفتار است، نه با ادعا. ابراهیمی بودن رو باید در میدان نشان داد. هر کسی که میگوید ابراهیمی است باید بیاد ایمان بیاورد. ایمان بیاورد و محمد مصطفی علیه السلام و در مسیر ابراهیم علیه السلام حرکت کند. الله متعال میفرماید واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی. جای پای ابراهیم قدم بگذارید. هر جایی که ابراهیم علیه السلام رفته بروید. چقدر عظیم است این انسان. ابراهیم علیه السلام، شما در حج وقتی میروید قدم به قدم ابراهیم علیه السلام را احساس میکنید و یک احساس عجیبی است. واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی. وقتی انسان میرود در مراسم حج شرکت میکنه، وقتی شما در طواف پا میگذارید و قدم میگذارید با پای برهنه و سر برهنه و کفن پوشیده قدم میگذارید در جای پایی که اینجا ابراهیم علیه السلام قدم گذاشته است، اسماعیل علیه السلام قدم گذاشته است، محمد مصطفی علیه السلام قدم گذاشته است، پیامبران الهی زیاد اینجا قدم گذاشتند، صحابه رسول علیه السلام قدم گذاشتند، ام المؤمنین عایشه اینجا قدم گذاشته است، بانو فاطمه اینجا قدم گذاشته است، حسن و حسین اینجا قدم گذاشتند و اهل بیت رسول علیه السلام، صحابه رسول علیه السلام. یک احساس عجیبی به انسان دست میدهد. یک حس عجیبی به انسان دست میده. جای قدم میگذاری شما که جای پای، وقتی خود ابراهیم جای مقام ابراهیم رو، اون سنگ رو شما میبینید جای پای ابراهیم علیه السلام، ماشاءالله پای بزرگی هم داشته است. فداه ابی و امی. ابراهیم علیه السلام رو شما وقتی میبینید و مقام ابراهیم رو، احساس عجیبی به انسان دست میده. وقتی بین صفا و مروه شما میدوید و یاد میافتید اون لحظات رو که چه حماسه اینجا به دست هاجر اتفاق افتاد، انسان در حیرت میماند. واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی. هر جایی که ابراهیم و خاندان ابراهیم قدم گذاشتند بروید، عبادتگاه قرار دهید. و عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل. من الله با عظمت و عهدنا عهد به معنای پیمان موکد است، پیمانی محکم. عهد به معنای پیمان محکم است. اما وقتی عهد با اله مضاف به اله می شود و عهدنا الی، وقتی عهدنا با اله می آید به معنای سفارش است، به معنای توصیه است. سفارش کردم من الله با عظمت و عهدنا الی، و سفارش کردم من الله با عظمت الی ابراهیم، به ابراهیم و اسماعیل و اسماعیل. اینجا اولین بار است که نام اسماعیل جان ذکر می شود. اسماعیل آن فرزند برومند ابراهیم علیه السلام. اسماعیل علیه السلام شخصیتی است که قرآن کریم در سوره مبارکه مریم وقتی برای ما از این شخصیت نازنین صحبت می‌فرماید واذکر فی الکتاب اسماعیل، یاد کن در قرآن از اسماعیل، انه کان صادق الوعد و کان رسولا نبیا. او بسیار انسانی بود که به وعده خود پایبند بود، صادق بود در وعده خود، عهد و پیمان خود، و رسول بود و نبی بود. و کان یأمر اهله بالصلاة و الزکاة. خانواده خود رو به نماز خواندن، به زکات پرداخت کردن امر میکرد. و کان عند ربه مرضیا. الله تعالی از او راضی بود. چقدر این احساس، چه احساس زیبایی است که الله تعالی از تو راضی باشد. اسماعیل علیه السلام همون فرزند نازنینی است که الله تعالی او رو در سن پیری به ابراهیم علیه السلام هدیه میدهد از مادر بزرگوارش هاجر، آن بانویی که کنیز آزاد شده است که پادشاه مصر در سفر ابراهیم علیه السلام به مصر او رو هدیه میدهد به اسماعیل علیه السلام، به ابراهیم علیه السلام. هاجر مادر اسماعیل رو در اصل به همسر ابراهیم علیه السلام پادشاه مصر هدیه داد، به بانو ساره. داستانش رو میدانید. بانو ساره رو همسر ابراهیم علیه السلام به بانو ساره پادشاه مصر به خاطر معذرت خواهی از اشتباهی رو که میخواست مرتکب بشه و نتوانست و الله تعالی این اجازه رو به او نداد، یک کنیزی رو هدیه داد به بانو ساره که هاجر نام داشت. و از اونجایی که بانو ساره که خودش به سن پیری رسیده بود و همچنین ابراهیم علیه السلام صاحب فرزند نمی شدند، بانو ساره به ابراهیم علیه السلام پیشنهاد داد که با هاجر ازدواج کند و حاصل این ازدواج فرزند نازنینی به نام اسماعیل علیه السلام است. اسماعیل جان برخی از سیره‌نگاران گفتند در سن 90 سالگی ابراهیم علیه السلام به دنیا آمده است و 90 سالش بود ابراهیم علیه السلام که اسماعیل رو متولد داد. و میدانید که اسماعیل علیه السلام رو بعد از اینکه متولد شد
طفل شیرخواری بود که به همراه مادرش هاجر به دستور الله متعال ابراهیم علیه السلام او رو حرکت داد از سرزمین شام به جایی برد که امروز مسجد الحرام واقع است و محل طواف. با آنجا گذاشت در شرایطی که نه آبی بود، نه غذایی بود، نه شهری بود، نه درختی بود. و ابراهیم علیه السلام اون تصویر رو برای ما در سوره ابراهیم به تصویر میکشه در دلمتون از زبان ابراهیم علیه السلام که ابراهیم علیه السلام فرمود ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. من فرزند خانواده خودم را آوردم در یک وادی غیر ذی زرع، یک وادی که هیچ کشتی اونجا نیست، هیچ زندگی اونجا نیست، وادی خشک لم یزرعی که هیچ چیزی اونجا نیست، نه کعبه‌ای بود، نه مسجد الحرامی بود، نه زمزمی بود، هیچی نبود. همین مسجد الحرام رو شما فکر بکنید که تمام آنچه که دور و برش هست همه را از روی نقشه بردارید، سنگ ها میماند، زمین خشک و خالی و هیچ آبادانی هم نبود. آورد و آنها رو گذاشت و به دستور الله متعال رفت. وقتی رفت هاجر پشت سر ایشان راه افتاد، گفت ابراهیم ما را تنها کجا میگذاری؟ آیا الله به تو امر کرده است؟ فرمود بله. فرمود اذا لا یضیعنا، حال که الله متعال به تو امر کرده ما را در اینجا تباه نخواهد کرد، ما را تنها نخواهد گذاشت. و رفت. چند روزی گذشت، آذوقه کم راه مادر بود به اتمام رسید و مادر وقتی غذایی نداشت و آبی نداشت، شیری هم برای اسماعیل جان نداشت. اسماعیل طفل شیرخواری که در آغوش مادر گریه می‌کرد و گرسنه است و چیزی برای خوردن ندارد و هاجر پریشان از اینکه طفل از دست نرود این طرف می‌رود و آن طرف می‌رود و روی صفا رفت تا ببیند روی تپه صفا، شاید پشت صفا آن طرف از این ارتفاع کسانی را ببیند و از آنها کمک طلب کند. دید خبری نیست. آن طرفتر مروه رو دید، آمد پایین و در بین صفا و مروه دوید، از مروه بالا رفت، شاید پشت مروه آن طرفتر کسی را بیابد و اونجا هم کسی نبود. دوباره به سمت صفا نگاه کرد، شاید در این مسافتی که من از صفا تا مروه آمدم الان از پشت صفا کسی در حال حرکت باشد. دوباره به سمت صفا رفت و دوباره به سمت مروه بازگشت و 7 بار این کار تکرار شد. در بار 7م صدا قطع شد و گریه اسماعیل خاموش گشت و مادر پریشان از اینکه نکنه طفل من از دست رفت دوان آمد که اینجا یک حماسه‌ای برپا شد. از آن طرف جبرئیل علیه السلام را الله متعال فرستاد تا برو و پای اسماعیل رو به زمین بزن و یک آبی شروع به جوشش کرد از زیر پای اسماعیل علیه السلام. مادر می آید و اسماعیل رو در داخل یک بخش بزرگی از آب می بیند. اسماعیل در میان یک حوضچه کوچکی از آب قرار گرفته، آب می آید بیرون و با دستان خود گفت زم جمع شو و از اینجا یک حوضچه کوچکی برای خود درست کرد از ترس اینکه این آب روی این دشت گرم نرود و خشک نشود و همین خاطر نام زمزم روی او ماند و بیش از 4000 سال است که این چشمه می جوشد همچنان. و رسول الله علیه السلام فرمود که از زمزم و لما شرب له، زمزم به هر نیتی که نوشیده شود الله متعال همون نیت رو ادا خواهد کرد. آب مبارکی است که هر روز کام تشنه زائران بیت الله الحرام رو سیراب میکنه. زمزم یادگار اسماعیل است، صفا و مروه یادگار هاجر است، کعبه یادگار ابراهیم و خاندان ابراهیم است و این مسلمانان هستند که این گونه یادگار ابراهیم، جای پای ابراهیم، مقام ابراهیم، عبادت‌های ابراهیم، دعوت ابراهیم علیه السلام را حفظ کردند. هر کسی که می‌خواهد ابراهیمی باشد باید به محمد مصطفی علیه السلام ایمان آورد، باید به قرآن کریم ایمان آورد، باید در برابر کعبه دست ببندد و نماز بخواند، باید تسلیم شود. الله متعال می‌فرماید وحدنا الی ابراهیم و اسماعیل. اسماعیل جان همون کسی است که وقتی که ابراهیم در خواب می‌بیند که من تو رو ذبح می‌کنم، چند بار خواب می‌بیند، به میگه انی اری فی المنام انی اذبحک، من در خواب می‌بینم پسرم عزیزم که من تو رو ذبح می‌کنم. و خواب انبیا وحی الهی بود، چون شیطان راهی در خواب آنها نداشت. فانظر ماذا تری، به نظرت چیکار کنیم؟ تو چی می‌بینی این موضوع رو؟ فرمود یا ابتی فعل ما تؤمر، بابا جان هر چه که امر کرده به تو الله همون رو انجام بده. ستجدونی ان شاء الله من الصابرین، ان شاء الله اگر الله بخواهد. بازم ادب این فرزند رو ببینید، نوجوانی است، نمیگه من صبر میکنم، اگر الله بخواهد این توفیق رو به من بده من رو صاحب خواهی یافت. و داستان رو میدانید که ابراهیم علیه السلام او رو میبرد تا ذبح بکنه، در مسیر راه شیطان میآید به شکل انسانی او رو بفریبد و سنگ میزنه او رو. و این حکایت سنگ زدن مراسم حج در جمرات از آنجا الهام گرفته شده است و کارد را به گلوی اون میکشه اما نمیبره. و الله متعال میفرماید یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا، ابراهیم تو امتحان خود را پس دادی و خواب خود را تعبیر کردی و گوسفندی را از بهشت میفرستد تا
ابراهیم علیه السلام آن را ذبح کند. اسماعیل ذبیح الله لقب دارد. اسماعیل جد بزرگ رسول الله صلی الله علیه و سلم هم هست. اسماعیل علیه السلام بعد از اون اتفاق زمزم و آمدن قبیله جرهم که از اون کنار گذر میکردن و دیدن اینجا آبی است، پرندگانی میچرخن، گفتن اینجا خبری هست حتما. آمدن دیدن چشمه آبی است، از بانو هاجر اجازه خواستن که اینجا بمانند و به شرط اینکه این آب رو صاحب نشوند به آنها اجازه داد و آنجا ماندند و آنجا سکنا گزیدند و اولین ساکنان مکه مکرمه شدن. قبیله جرهم البته اولین ساکنان هاجر و اسماعیل علیهم السلام هستند و بعد ابراهیم علیه السلام هم آمد. اسماعیل جان بزرگ شد و از همین نازن گرفت و اینجا ماند و نسل به نسل همین حکایت تکرار شد تا اینکه به رسول الله صلی الله علیه و سلم رسید و رسول الله علیه السلام از نسل اسماعیل علیه السلام به دنیا آمد. الله متعال میفرماید وعهدنا الی ابراهیم و اسماعیل، من الله با عظمت سفارش کردم به ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتی، طهرا پاک کنید شما دو نفر. طهرا صیغه تثنیه است. ابراهیم و اسماعیل هر دو پیامبر الهی رو الله متعال امر میکنه تا مسجد الحرام رو، تا بیت الله الحرام رو، تا خانه الله متعال رو نظافت کنند. طهرا پاک کنید، پاک کنید از هر گونه آلودگی ظاهری و باطنی. آلودگی ظاهری نجاست، ناپاکی، گرد و خاک، غبار و آنچه که ما و شما باش آشناییم. آلودگی باطنی، کفر، شرک، بت پرستی، از هر گونه از این چیزها پاک کن. اینجا کفری، شرکی، بت پرستی، معصیت، گناه نباید باشد. اینجا قبله اسلام است، اینجا مرکز اسلام است. اینجا باید هم ظاهرش پاک باشه هم باطنش پاک باشه. از هر گونه ناپاکی ظاهری و باطنی پاک کنید. این اهمیت این موضوع رو نشان میده. طهرا بیتیه، خانه من رو. بیتی الله متعال خانه کعبه را به خود نسبت داد. این اضافه یک اضافه تشریفی است. بیتی خانه من، اعوذ بالله، این معنا نیست که اینجا خانه الله متعال است، الله متعال اینجا زندگی میکند و خب نیازی به گفتن نیست. این مسائل کاملا واضح است. اینجا اضافه تشریفی است. یعنی چی؟ بیت الله متعال، بیتی خانه که مال منه. اینجا رو من به خودم نسبت دادم. این رو من به خود نسبت دادم. به همین خاطر همین نسبت به الله متعال است که این همه عظمت ایجاد کرده. میلیون ها نفر دیوانه‌وار به سمت این خانه می روند و آرزو دارند که یک بار در بیداری ببینند. اگر یک کسی در خواب ببینه که مسجد الحرام رفته تا یک هفته تا یک ماه با اون خواب زندگی میکنه و از خوشحالی، به خاطر این نسبتی که الله متعال داده شده. طهرا بیتی، خانه من، خانه من الله با عظمت، و این عظمت رو پیدا کرده. دو پیامبر الله متعال میفرسته تا خانه او رو تمیز بکنن. حرمت به بیت الله الحرام، حرمین شریفین و هر مسجدی، نظافت هر مسجدی و در رأس آنها مسجد الحرام و مسجد نبوی شریف یک افتخار است، یک شرف است و شکی در این نیست که این یک عبادت بزرگ است. و هر مسجدی رو باید نظافت کرد، از نظافت‌های ظاهری و باطنی. همون امری که درباره مسجد الحرام است درباره همین مسجدهای دیگر هم هست. مسجد باید تمیز باشه، مسجد باید نظیف باشه، مسجد باید مکانی باشه که انسان وقتی اونجا میره احساس خوبی داشته باشه. مسجدها رو تمیز نگه داریم، فرش مسجد، در دیوار مسجد، رنگ مسجد، بوی خوشی داشته باشه. هر چیزی که سبب آزار مصلین و نمازگزاران در مسجد میشود از اون باید پرهیز بکنیم. حتی رسول الله علیه السلام فرمود کسی که سیر میخوره، پیاز میخوره و مسجد ما نیاد، یعنی دهانش بو میده، دهانش خودش رو تمیز بکنه. سنت است که عطر بزنه، لباس مرتب بپوشه. وضو گرفتن خودش اصلا تمیز کردن دست صورت از آلودگی هست. و نظافت بسیار تاکید شده در دین مبین اسلام به نظافت. و الطهور شطر الایمان، بخشی از ایمان است. النظافت من الایمان، نظافت جزئی از ایمان است و تاکید بسیار فراوانی در دین مبین اسلام نسبت به نظافت شده. نظافت ظاهری، نظافت باطنی، خصوصا اماکنی که برای عبادت است باید این اماکن رو تمیز نگه داشت و در نظافت آنها بسیار کوشا بود. الله متعال میفرماید به اسماعیل و ابراهیم جان، به هر دو بزرگوار علیهم السلام امر فرمود که طهرا بیتی، خانه من رو تمیز کنید، خانه من رو تمیز نگه دارید. ابراهیم خادم مسجد الحرام بوده است، اسماعیل علیه السلام خادم مسجد الحرام بوده است و چه شرفی بالاتر از این. و این شرف است خدمت به مسجد الحرام، مسجد نبی و نظافت هر مسجدی. شما نیازی نیست که حتما در مسجدی وارد شدید دیدید جایی چیزی ریخته، آشغالی ریخته، حتما باید وظیفه کسی باشه که نظافت میکنه مسجد رو. نه، خودمون نظافت بکنیم، برای کمک بکنیم، شراکت بکنیم و اینها بسیار ارزش دارد. ان طهرا بیتی للطائفین، برای طواف کنندگان. طواف حرکت دور کعبه یا بین صفا و مروه، هر دو تا در قرآن طواف استفاده شده است. اول الله متعال صحبت از طواف کرد. والعاکفین، و بعد معتکفین، کسانی که وقت خود رو خالی میکنن و مینشن داخل مسجد برای عبادت.
و رکع سجود. رکع جمع راکع هست، یعنی کسی که رکوع میکنه، رکوع کنندگان. و سجود جمع ساجد هست، کسانی که سجده میکنن، این نماز میخوانن. حالا اول صحبت از طواف فرمود، بعد اعتکاف، بعد نماز. طواف رو اینجا مقدم کرد زیرا طواف عبادت خاصی است که در مسجد الحرام انجام میشه، جای دیگری نیست. طواف عبادتی است که فقط در مسجد الحرام هست و این طواف خاص مسجد الحرام است، بین صفا و مروه و دور کعبه و بین صفا و مروه. و بهترین عبادت در مسجد الحرام طواف است. طواف دور کعبه، 7 بار طواف، 2 رکعت نماز، 7 بار طواف، 2 رکعت نماز. و به همین خاطر اینجا اول طواف ذکر می شود. هر ترتیبی در قرآن یک علتی داره. بعد اعتکاف رو ذکر فرمود در مثال، چون که اعتکاف در مسجد انجام می شود و بعد اعتکاف رو ذکر کرد. و بعد نماز رو ذکر فرمود، چون نماز در غیر مسجد هم خوانده می شود، در هر جایی میشه نماز خواند. اعتکاف فقط در مسجد انجام می شود و طواف فقط در بیت الله الحرام و مسجد الحرام. به همین خاطر اول طواف آمد، بعد اعتکاف آمد و بعد نماز و سجده، رکوع و سجده. شبیه همین تعبیر رو ما در سوره مبارکه حج هم داریم که الله متعال اونجا خطاب به ابراهیم صورت خاص میفرماد و طهر بیتی، یا طهر اونجا ای ابراهیم تو بیت من رو پاک بکن. اونجا میفرماد للطائفین والقائمین والرکع السجود. اونجا دیگه تعبیر عاکفین رو نداریم، اونجا میفرماد للطائفین والقائمین والرکع السجود، برای طواف کنندگان و قائمین، کسانی که ایستادن برای نماز، و رکوع و سجده، کسانی که برای نماز ایستادن و رکوع میکنن و سجده میکنن. اونجا ذکر اعتکاف نیامده، در سوره حج ذکر اعتکاف نیامده است. چرا؟ چون در زمان حج اعتکاف وجود ندارد. در زمانی که مراسم حج برگزار میشه دیگه کسی نباید بیاد معتکف باشه در مسجد الحرام بره حج انجام بده. و به همین خاطر یک لطافتی در اون آیه حج هست که در آیه حج بحث اعتکاف ذکر نشده، چون در مراسم حج همزمان اعتکاف و حج با هم جمع نمیشن در بیت الله الحرام. و الله متعال برای ما از اهمیت کعبه میگوید و مسجد الحرام و ابراهیم علیه السلام. بنده نیت داشتم آیه بعدی رو هم به همراه شما عزیزان در این برنامه به تلاوت بگیرم، اما آنچه که در این آیه مهم بود به اشاره بشه و نکات مهمی بود که من دلم نیامد بدون ذکر آن از این آیه گذر بکنیم. الله متعال در این آیه برای ما از ابراهیم علیه السلام و از عمل بزرگی که انجام داده است مسجد الحرام و ابراهیمی بودن گفت. هر کسی که ابراهیمی است باید ایمان بیاورد به ابراهیم علیه السلام، رسالت ابراهیم علیه السلام و برود در مسجد الحرام و مراسم حج رو انجام بدهد. به همین قدر اکتفا می‌کنیم. در جلسه بعدی با هم شما سواران درباره دعاهای ابراهیم علیه السلام صحبت می‌کنیم و اینکه ابراهیم علیه السلام چه کارهای مهم دیگری رو انجام داده است و دعوت او و فرزندان او و اصول دعوت او و فرزندان او رو در آیات بعد داریم که الله متعال برای ما به تفصیل ذکر می‌فرماید. به همین قدر اکتفا می‌کنیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید همه شما سواران به الله متعال می‌سپارم. تا دیدار دیگر همه شما خوبان رو، بهترین های دنیا و آخرت رو برای شما خواستارم. الله یارتون باد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عزیزانی که مایل به دریافت این برنامه جهت پخش در کانال‌های خود هستند با راه‌های ارتباطی زیر مکاتبه نمایند.